سلام بچه، حالتون چطوره؟ به یه ویدیویی از چنل من خوش اومدید. اونا حالا همگیتون خوب باشه. آقا امروز اومدیم دیگه فری فایر فیلتری در بیاریم دیگه. حالا 2-3 روز دیگه انشالله با حمایتای شما دوستان این ویدیو حتما لایک کنین که به دست بچهای دیگه هم برسه که اونا هم بیان نگاه کنن دیگه. امروز اومدیم بریم امضا کنیم که گیم از رفع فیلتری در بیاد. نه فری فایر، کال اف پابجی هم اینطور. حالا بعد قبلش هم یه کار دیگه کنیم. این همین امضا میخوایم کنیم. کارآزار، داخل کارآزار، سایت کارآزار میرید سرچ میکنید اونجا میاره. خب همتون رو بهتون میگه حالا چجوریه. بعدش یه چیز دیگه هم هست. خب برای اینترنتمون بهتر بشه، پینگ بهتری اینا، اونم بریم امضا کنیم. پینگمون هم بیاد بالا دیگه، چی بیاد پایین. حالا چیه؟ پس قبلش یاد نره این ویدیو لایک کن، چنلم سابسکرایب کن به دست بچهای دیگه هم برسه. این ویدیو لایک کن به دست بچهای دیگه هم برسه. بریم آموزشو بذاریم. خب بچه‌ها میاین داخل گوگل سرچ میکنید کارآزار دیگه، واسهتون میاره. بعد شما میایید سرچ میکنید رفع فیلتری گیم. شما میاد پایین همینجوری باش کار نداریم، میاد اینجا درخواست رفع تمامی 20% شده. الان من موقع دیدم 80% بود، بکنم دوباره شده. حالا شما دوباره برید اینجا رو. خب من نکردم که با شما انجام بدم دیگه، انجام ندارم با شما انجام بدم. خب شما باید چی کار کنید؟ خب اول نام نامکاریتون میزنید. خب شماره موبایلتون میزنید یا ایمیلتون. برای کنه این کد امنیتی. من اینجا کد امنیتی کار کردم که شما نمیدونید. خود هر چیزی فرق میکنه دیگه. من اینجا کد میزنم. بچه من الان امضا کردم، همه چیزو زدم. فقط بچه کسی کد امنیتی رو بزنید فارسی بزنید، خارجی نزنید. داره فارسی بزنید بهتره، خارجی اصلا نمیشه. خب بچه شما اینجا اینو امضا کردید که هیچی. خب بعدش میایم حالا اینو امضا کردیم و تموم شد. چند درصد؟ 20%. خب بعدش میایم چیکار میکنیم؟ میایم پایین درخواست افزایش سرعت و اینترنت و کاهش پینگ. خب شما میاد اینجا اینا امضا میکنید و 74% امضا کنید دیگه، بیاد بالا 26% میده. بچه اینم بود از این ویدیو. لایک و فراموش نشه تا یه ویدیو دیگه. فعلا